همه چیز از این فیلم کپی است، از طنزش گرفته تا بک‌گراند میوزیکش رو بدر. اگر شما سریال منی هایست دیده باشین او آهنگ بیلچاو که از بک‌گراند میوزیک از او رو دوزی کردن در این انداختن. اینا رو خودتون فکر کنید. یک فیلم بدون سر و صدا، بدون کمدی، بدون طنز خوبش، فقط نام دمال در این ماندن که مردم بره به سینما و فیلم ببینه پیسه خود خرج کنه. اگر راست براتون بگم وقتی که من تریلر از این فیلم دیده بودم شوق زده شده بودم که باید برم این فیلم ببینم، اما فیلم یک چیز دیگه بود. فقط امو صحنه هایی که در تریلر میبینی و خنده میکنی اونمو است و خلاص، در داخل فیلم دیگه هیچ چیز نیست. خلاصه کلان فیلم دمال 4 نشان داد که بالیوود هیچ ایده جدید نداره، همه چیز کپی و فقط بلد هستن که جنازه فیلم های قدیمی را بکشن و خلاص. خلاصه وقتتون ضایع نسازین. من نظر نمیتم که فیلم ببینین، باقی خودتون بهتر میفهمین. دیگه هر نظریات و پیشنهاداتی که دارین در کامنت بر ما بنویسین و همچنان کانال سابسکرایب کنین. من میبینمتون در یک ویدیو بعدی.